روز شما بخیر بینندگان ارجمند. این برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی است که با اتفاق همکاران ما در تاجیکستان و پراگ تهیه شده است. امروز سه‌شنبه 9 ایول است. خبر امروز هم زیاد است و حالا بیایید با موضوعهای برنامه شناس می‌شویم. دومه دولتی راضی شد که مهاجران در آینده برای میده اوباشی و معلومات نادرست درباره جای ثبت نام از روسیه رانده شوند. دادگاه ناحیه‌ای باباجان غفورов شهادتنامه استفاده زمین پرزیدنتی را بکار کرد ولی صاحب این زمین از قرار راضی نیست. امروز ما آمده این زمین بیکار شده باشه پرزیدنت برای من زیب دادن نشد. حامیان محیط زیست از آن نگران هستند که حرارت تمام سیاره زمین تا رفت بلندتر می شود. از ماه ایون سال 2024 از ماه ایون سال 2023 به طور نظررس گرمتر بود. و برنامه را از یک خبر شروع میکنیم. امروز نشریه پیام دوشنبه با تکیه به آژانسی مبارزه با فساد در صحیفه فیسبوکش نوشت کرامت الله رحیمزاده مدیر سابق فیلارمونیای دولتی تاجیکستان و پدر ستاره کرامت الله واسخوانی شناخته را در فساد متهم میکند. در خبر آمده است که کرامت الله رحیمزاده گویا برای از خود کردن بیش از 830,000 سامانی یا نزدیک 80,000 دلار گمانبر می شود. بعد از نشر خبر در سامانه ما نزدیکان کرامت الله رحیمزاده اتهام بازداشت را رد کردند و ملاقات 3 خبرنگار رادیوی آزادی را سازمان دادند. رحیمزاده در صحبت روبرو با خبرنگاران ما موجودیت پرونده جنایی علیه خود را رد کرد و گفت که اتهام تنها مربوط به حسابداری پیشینی فیلارمونیا بوده است و زیان جبران شده است. او تصدیق کرد که چندین بار به بازپرسی ها دعوت شده است. تفصیلات را در سامانه آزادی بخوانید. و خبر دیگری امروز رئیس دومه دولتی روسیه ویاچسلاو ولودین گفت پیشنهاد بیشتر کردن بهانه‌های از کشورش راندن مهاجران را دستگیری می‌کند. وزارت کارهای داخلی روسیه خواسته است من بعد بر اساس کودکس حقوق ویرانکنی‌های مأموری مهاجران را بر اساس باز 20 بند علاوه‌ای دیگر از جمله برای دادن معلومات دروغین درباره ثبت نام در اداره‌های مهاجرت، میده اوباشی، تبلیغ رمزهای فاشیستی، تیرپرانی در جای نادرست و غیره از روسیه بیرون کنند. این در حالی است که وزارت کارهای داخلی روسیه اینچنین پیشنهاد کرد که حجم جریمه ها در ساحه مهاجرت افزایش داده شود. در این باره گزارش طاهری سفر. در روسیه می‌خواهند حجم جریمه های مهاجران را افزایش دهند. خبرنگاران تاس با شرح وزارت آشنا شدند. وزارت کارهای داخلی روسیه پیشنهاد کرده است که برای رعایت نکردن قاعده‌های اقامت و برای خودداری از اخراج مأموری از کشور شهروندان خارجی جریمه‌های زیادتر بپردازند. وزارت گفته است که اندازه جریمه‌ها 17 سال پیش تعیین شدند و در این مدت نرخ‌ها و معیارهای حداقل زندگی تا 300% بالا رفته است. با باور ما معیار تعیین شده جریمه‌هایی که در کودکس حقوق ویرانکنی مأموری برای شخصان انفرادی تعیین شده است با وضع کنونی اقتصادی و مهاجرت جوابگو نیست و برای خوب شدن رفتار حقوقی شخص زیاد دلگرم نمی‌کند. وزارت کارهای داخلی روسیه همچنین پیشنهاد کرده است که ماده‌های کودکس حقوق ویرانکنی‌های مأموری برای از خاک روسیه بیرون کردن شهروندی خارجی 2 برابر زیاد کرده شود. دومه دولتی روز 9 ایول گفت که با این پیشنهاد راضی است و به زودترین فرصت از پی قبول تغییرات به قانون می شود. در صورت قبول شدن این تغییر علاوه‌ها سرعت اخراج سخت‌تر و راندن خارجی‌ها از روسیه به مراتب بیشتر خواهد شد. در حالی که جنگ روسیه در خاک اوکراین دوام دارد و مسکو برای سفربری به آن از هر وسیله از جمله از زندانی‌ها و مهاجران استفاده می‌کند، برخی شهروندان کشورهای آسیای مرکزی درباره مسئولیتشان در برابر قانون‌های کشور خود فراموش می‌کنند. در قرقیزستان اخیراً دادگاه یک جوان را برای زرخریدی یعنی شرکت در جنگ اوکراین به 5 سال حبس محکوم کرد. گزارش مومن احمدی. خوشتربک مختاری 28 ساله 10 سال اخیر برای کار و تامین عائله بر روسیه می رفت. وی باری آخر ماه ایون سال 2022 به مهاجرت رفت. ما خیلی وقت نمی توانستیم با وی تماس گیریم. ماه سپتامبر افسران به ما زنگ زده گفتند انا پسر شما وی زنده و سلامت است. دیرتر معلوم شد که خوشتربک قرضدار شده در تلگرام یک اعلان دعوت به ارتش را دیده است و به اوکراین رفته است.
به او 3 میلیون روبل وعده دادند. وقتی پول را به او دادند، 2 افسر از داغستان با تپانچه به او تهدید کرده 2,200,000 روبلش را گرفتند. گفتند باقی مانده را هم به ما میدهی وگرنه ما تو را میکشیم. پسرم مجبور شده است که قسم پول را مانده گریزد. او تا سفارت قرقیزستان آمده گفته است که شناسنامه‌اش را گم کرده است و همین طور به وطن برگشت. 10 می دادگاه ناحیه اروان قشتربگ را برای شرکت در جنگ اوکراین به 5 سال زندان محکوم کرد. والدان وی به این حکم راضی نیستند و به دادگاه بالایی شکایت کردند. میگویند باید مراجعت اختیاری آنها به مقامات و وضع اولیوی قشتربگ به نظر گرفته میشد. بر اساس قانون قرقیزستان برای شرکت در جنگ کشور دیگر از 5 تا 15 سال زندان پیش بینی شده است. قشتربگ سیومین قرقیزستانی است که برای شرکت در جنگ اوکراین محکوم به زندان می شود. شکل مفصل این گزارش در وبسایت رادیوی آزادی به زودی تقدیم می شود. برنامه رو پی میگیریم. دادگاه ناحیه باباجان غفورов با صدور حکم اعضای یک خانواده را از حق استفاده زمین پرزیدنتی محروم کرد. اعضای این خانواده حکم را ناعادلانه خوانده به دادگاه ولایتی شکایت کردند. خبرنگار رادیوی آزادی فرزان محمدی بعد شرکت در مرافعه های دادگاهی این گزارش را فرستاد. طبق حلنامه‌ای که دادگاه ناحیه باباجان غفورov روز 4 ایول صادر کرد، سند حقوقی خانواده پولادوف برای استفاده از 1001 زمین پرزیدنتی لغو شد. به گفته اعضای این عائله، آنها این زمین را 30 سال پیش همچون قطعه پرزیدنتی برای استفاده بی مهلت از دولت به طور قانونی گرفته بودند. اما حلنامه واکد خواندن که میخوایم سرتیفیکت حقوقی یعنی استفاده برای زمین ما بیکار کرده شده. من آرای عدالت نه، همه منی دکومنت ها همه 100%. من با خدا خواهد ما وای کنیم با بالاتر با و میبرویم مراجعت میکنیم. عبدالله جان پولادوف پدر خانواده در زمین‌های کشاورزی ناحیه 60 سال همچون دهقان، راننده تراکتور و بریگادیر کار کرده است. به گفته او دولت این زمین را برای بهتر کردن شرایط خانواده به فرزندانش داده بود. ولی در سال 2020 به آگاهی و رضایت آنها مقامات ناحیه آن را در اختیار بختیار شریفوف گذاشتند. همین قصابی من نلوک میتیم زمین به کار میکنم، زمین به بچه‌ام به من رسولش به میخورونم میپوشونم. امروز به آمده این زمین بیکار شده باشد پرزیدنت برای من زیب دادن نشد. رئیس سابق ناحیه ظریف نظیری و حالا رئیس ناحیه فرخار در شرح این قرار خود گفته است بختیار شریفوف در این زمین میدانچه ورزشی، کارگاه قنادی و منزل استقامتی خواهد ساخت. دادرس محمدالله ضیازاده دعوا را سال قبل به سود بختیار شریفوف حل کرد. اکنون سایرام بگزاده این خانواده را از حق استفاده از زمین محروم ساخت. اما دادرسان و مقامات محلی همیشه از صحبت با خبرنگاران خودداری کردند. در ماه مارس مقامات خواستند حکم دادگاه قبلی را اجرا کنند و زمین را در اختیار بختیار شریفوف گذارند، ولی ساکنان محلی و عائله پولادوف ها اعتراض کردند. 4 سال ایسی اسباب ویران 4 سال ایسی میدوی این سیخ قنادی شود دو ویشای این جنده را نیست یکمش دویمش آبی نوشاکی گذشتگی اینجا آبی نوشاکی هم ممکن محروم میشیم اشکالی زرال میرسانده همسایه ها. خود شریفوف در جای حادثه نبود ولی نماینده‌اش راضی نشد درباره این طرح با ما صحبت کند. عبدالصمد قاسموف کارمند ثبت اموال غیر منقول در ناحیه هم نخواست صحبت کند. چون این دعواها مخصوصا بر سر زمین‌های به اصطلاح پرزیدنتی در ناحیه باباجان غفورov زیاد شده است. رئیس ناحیه میگوید از حدود 70 قضیه در این مورد شمار به دادگاه ارسال شده است. قانونشکنی بسیارش گفتیم که ما در سالهای پیش آمده ایستاده و همش وقتی که کشادن اما گیره کشادن این پیش میآید و جنایت خواهی نخواهی حاضرا مواد چی در ما میپرسند. ما رئیس کمیته زمین کمیته بقایدگیری زمین هم ایمینا میپرسند. یک پرابلم کلان شده که اعتراض میکنن ما قرار میبروریم ما بیکار میکنیم. با بین 2-3 ماه میبینی که سود کاغذ آورد که با ما
گرفتیم زمین ما. انا اینو برای همین حوزی ما شما دیگه جواب پورا داده نمیتونم. میبخشید سر کیلو کلابمون گم کردیم. خب این سرتیفیکات های من مونده. رئیس کنونی ناحیه باوجان غفوروف میگوید سال گذشته دهها سند رئیسان قبلی در مسئله زمین را بیکار کرده است. یعنی باز دهها خانواده دیگر مثل خانواده پولادوف ها سرسان و سرگردان شدند. کارشناسان میگویند نظام دادگاهی در تاجیکستان مستقل نیست و فساد گسترده مانع از اجرای عدالت می شود. فرزا محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفوروف. امروز در دوشنبه بانک آسیای رشد و کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان برنامه عظیمی را با ارزش 8 میلیارد دلار معرفی کردند. این برنامه باید نقشه مطابق شوی تاجیکستان را با تغییرات اقلیم و پیامدهای آن تا سال 2030 تهیه کند. در سالهای اخیر در تاجیکستان آفتهای طبیعی مثل سیل و آبخیزی‌ها خیلی زیاد شده است و این چیز اینچنین باعث بد شدن وضع اقتصادی مردم می شود. برای مطبوعات هنوز معلوم نیست که صرف و خرج این مبلغ هنگفت چگونه صورت می گیرد. ولی اینکه اقلیم تا رفت گرمتر می شود واقعیت است و ماه ایون امسال را هواسنجان گرمترین در تاریخ مشاهده های خود نامیدند. گزارش شادمانی یتیم. اداره نظارت تغییر اقلیم در اتحاد اروپا میگوید ماه ایون سال روان گرمترین ایون از زمان نظارت هوا بوده است. با قول همین منبع در نتیجه این گونه رکوردها حرارت میانه عالم بیش از 1.5 درجه سلسی بالا رفته است که مخالف با سوزش پریج می باشد. ماه ایون گرمترین ماه در تاریخ هواسنجی بوده است. همین طریق شکست رکوردها که ماه ایون سال 2023 آغاز یافته است ادامه دارد. خلاص ماه ایون سال 2024 از ماه ایون سال 2023 به طور نظررس گرمتر بود. بر پایه آمار این مرکز نظارت تغییر اقلیم اتحاد اروپا تخمین می شود که سال 2024 در مقایسه با سال 2023 گرمتر خواهد بود. ماه گذشته گرما از عربستان سعودی تا یونان احساس می شد. در مراسم حج امساله که به ماه ایون راست آمد بیش از 1300 حاجی به هلاکت رسید که به قول طبیبان اکثریت به گرمای هوا تاب نآورده حیات را از دست دادند. مرکز کوپرنیکوس می افزاید در 12 ماه گذشته هوا از معیار میانه پیش بینی شده یعنی هوای میانه دوره سالهای 1850 تا 1900 که همچون نمونه استفاده می شود تقریباً 165 درجه سلسی گرمتر بود. رکورد گرمی ماه ایون برایم تعجب آور نیست زیرا ماه‌های می و اپریل هم رکوردهای گرما نو شد. در 12 ماه گذشته رکوردهای گرما پی هم شکسته شد. در 12 ماه گذشته رکوردهای گرما پی هم زده شد زیرا استفاده مواد سوخت و همزمان با آن اخراج گازهای گلخانه‌ای بیشتر شده است. از آن نگرانم که به این رکوردها مثل رکوردهای المپی نظر نکنیم. این رکوردها پایمال شوی حقوق مردم زیاد است. ماه‌های گرم معنای آن را دارد که باران و تندباد و آبخیزی‌ها بیشتر شده، حقوق مردم به زندگی آسوده، حقوق مردم به حیات آرام اجتماعی و فرهنگی پایمال می شود. از این رو این گونه گرما و این گونه رکوردها تشویش آور می باشند. سازمان بین‌المللی متئورولوژی سازمان ملل متحد و نهاد مشترک بین حکومتی مبارزه با تغییر اقلیم میگوید برای تا 1.5 درجه سلسی کاهش دادن گرمشوی در سال 2050 استفاده نفت و گاز و انگشت باید به طور قابل ملاحظه کم کرده شود. تغییر اقلیم یکی از مسئله‌های دردناک برای تاجیکستان است به شمار می رود زیرا سالهای اخیر پریخ‌های کشور با سرعت آب می شوند. در همین جا برنامه اخبار آزادی به پایان می رسد. تشکر که تا این لحظه با ما بودید و خبر و ویدیوهای بیشتر را می توانید در وبسایت ما azadi.org دسترس کنید. خدا نگهبان.